پروردگار که بنده را نوازش میکند، پروردگار که بندش را دوست می‌دارد، پروردگار که ما را به نظر رحمت خود همیشه نگاه میکند، به سوی شیطان چی گفت؟ و عزت و جلال، ای شیطان دست نمیکشی از اغوای بندگان من، بنده های مرا در راه نادرست میبری، بنده های مرا در وسواس مبتلا میکنی. قسم به بزرگیم، قسم به عظمت و جلالیه که من دارم. چی قسم خورد؟ پروردگار چی قسم خورد؟ گفت اگر بندگان من حتی به دلالت تو، حتی به پیشنهاد تو 1 سال و 10 سال و 20 سال حیات خود در راه خطا گذرانند و این بندگان اگر 1 لحظه به سوی من گردن، 1 لحظه گردن و گویم پروردگارا 20 سال در دام شیطان بودیم، 20 سال در این راهی که ما را شیطان گمراه کرد در او راه بودیم، خدایا از این لحظه ها پشیمان شدیم، الحال به سوی تو رجوع کردیم. خدا میگوید مستغفرونی، قسم به خدا، قسم به بزرگیم که ببخشونشان، قسم به بزرگیم، قسم به جلالیم که اگر 10 سال و 20 سال بندگان من در راه غلط روند، 1 لحظه به سوی من گردن و توبه کنند، من گناه های بنده های خود من میبخشم. برای شیطان این 1 ضربه سختی بود که وقتی که از خداوند که این سخن را شنید، شیطان ناامید شد. برادرای عزیز و گرامی، پروردگار مهربان است. پروردگار از مادرهامون هم دیده مشفق‌تر است برای ما. حضرت مولوی میگفت به کودک مادرش چون مهربان است، نگه دارنده از چندین